سلام دوستان عزیز. بزرگترین و ماندگارترین ثروت فرزند نکوکار است. پس برای تعلیم و تربیت فرزند صالح صرف نمودن هیچ گونه مبلغ را زیاد مشمار و دریغ مدار. شکوفاترین مکان قبر نکوکاران است، زیرا آنان پیش از رسیدن به این مکان با طاعت و عبادت منزل خیش را آباد کردند. مهمترین وظیفه انسان در حیات برپا داشتن نماز است. نشود که کارهای دیگری روزگارت که در مقایسه با نماز اهمیتی کمتر دارند مانع اجرا نمودن این وظیفه مهمترین گردند. مرگ مصیبت است، ولی مصیبتی سخت‌تر از مرگ قلب است. قلبی که در آن محبت خداوند نباشد، قلبی که در آن شوق به سوی مسجد، شوق ادای نماز، یاد خداوند، یاد روز حساب در آن نباشد، قلبی مرده است. خانه دنیای خود را به اندازه ماندنت در اینجا بساز و توشه آخرتت را به اندازه سختی این سفر آماده نما. اگر نفری را نصیحت کردید، امر به کارهای نیک نمودید و به شما اعتراض کرده گوید کار شما به من چی؟ گوری من جدا، گوری شما جداست؟ گویید بله، گوری شما جدا و گوری من جداست، ولی زندگی من و شما در این جامعه یک جاست. امر به معروف تنها به خاطر کسب ثواب قبر نیست، بلکه مقصد از آن اصلاح کشتی جامعه است که ما همگی سوار آنیم. اگرچه اصلاحگر بوده نمیتوانی، در پهلوی فسادکاران نباش، زیرا نحسی آنان سرایت کننده است. هر کی در پهلوی فسادکاران قرار میگیرد حتما در دنیا و یا در آخرت آسیب میبیند.